غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. خیلی برام روشنه که شورا نمیتونه در مسئله مقام رهبری تصمیم گیر باشه. اینکه مقایسه میکنن با این سرانسه قوه، این سرانسه قوه این که بود اونیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه اگر معارض با قانون اساسی در اومد خود طبعا باید اصلاح. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی